به نام خدا. خب با دومین فیلم آموزشی جهان هوشمند در خدمت شما عزیزان هستیم. خب هدف پس چیه در این فیلم آموزشی؟ هدفمون رو باید مشخص کنیم. هدف ما اینه که کامپیوتر رو از طریق فلش روشن کنیم و یا ویندوز سیستم خودمون رو از طریق فلش تعویض کنیم و یا از طریق فلش نصب کنیم. برای اینکه کامپیوتر از طریق فلش روشن بشه باید فلش ما قابلیت بوت کردن داشته باشه، یعنی بوتبل باشه. شما ممکنه دیویدی رایترتون خراب باشه، بخواید ویندوز نصب کنید، دیویدی رایترتون خراب باشه یا سی دی رایتر سی دی رامتون خراب باشه، نه دیویدی بخونه نه سی دی. خب شما میخواید یه ویندوز نصب کنید، باید بنابراین از یک فلش نصب کنید و اگر بخواید از روی فلش ویندوزتون رو نصب کنید باید فلش شما بوتبل باشه، یعنی قابلیت روشن کردن کامپیوتر رو از طریق بوت کردن داشته باشه. یا اصلا نه دیویدی رایترتون سالمه اما شما به هر دلیلی میخواین از طریق فلش ویندوزتون رو نصب کنین، ما در اینجا باید فلش خودمون رو بوت کنیم، بوتبل کنیم، قابلیت بوت کردن بهش بدیم، القا کنیم تا بتونه سیستم از طریق فلش روشن بشه. یعنی ما میریم از سیستم که روشن میشه میریم داخل تنظیمات بایوس، میگیم آقا میخوایم ما سیستممون از طریق فلش روشن بشه یا از طریق هارد روشن بشه. خب برای این کار پس ما میریم سراغ بوتبل کردن، روش بوتبل کردن فلش. برای بوتبل کردن فلش ما در اینجا ابزار کارمون CMD، همانند فیلم آموزشی اول که برای رفع پیغام فرمت ما گفتیم، برای بوتبل کردن فلش هم ما از CMD استفاده میکنیم. برای همینه که CMD هنوز در داخل ویندوز ها پابرجاست. بنابراین برای CMD چه برین داخل استارتاپ و اونجا بنویسین CMD و همینطور چه برین داخل ران و اونجا بنویسید، در داخل ران بنویسید CMD، هیچ فرقی نمیکنه. این صفحه مشکی رنگ CMD برای شما باز میشه. خیلی خوب، در داخل این CMD بس ما میخوایم هدفمون اینه که کامند ها و دستورهایی رو وارد کنیم تا فلش ما بوتبل بشه، قابلیت بوت کردن داشته باشه. و وقتی که بوتبل شد و در اینجا به پایان رسید ما فایل های ویندوز رو، حالا ویندوز 7، 8 در داخل فلش کپی میکنیم و سیستم رو ریستارت میکنیم، در اصل شات داون میکنیم و وقتی که خواست بیاد بالا در یک آن F12 یا F11 در برخی موارد کلید اگزیت نگرش میده، چندین بار میذارید تا وارد تنظیمات بایوس بشیم. اونجا انتخاب نمیکنیم که از طریق هارد روشن بشه، انتخاب میکنیم از طریق فلش USB یا USB درایو سیستم ما روشن بشه و از اونجا دیگه داخل نصب ویندوز میرین و ادامه کار رو هم که انشالله بلدین و در ویدیوی بعدی من روش نصب ویندوز، حالا چه دو تا ویندوز و روش کلا نصب ویندوز رو به شما آموزش میدم. شاید شما بخواید ویندوز 10 و 7 رو در کنار هم داشته باشین، میگیم امکان پذیره. 10 و 8 رو داشته باشین باز هم امکان پذیره و همینطور 7 و 8 یا 7 و XP، تمام ویندوزها میتونید در کنار هم داشته باشین و فقط هاردتون باید فضای کافی رو برای تقسیم کردن داشته باشه. حالا وارد فضای نصب ویندوز نمیشیم، همینجا اون کامند هایی رو که باید وارد کنیم و من بهتون میگم دقیق یاد بگیرید کامند ها رو. کامند ها خیلی کاربردی و در خیلی موارد به دردتون میخورن. شما اگه بخواید الان فلشتون رو بوت کنید خیلی راحت داخل سرچ گوگل میزنید نرم افزار برای بوت کردن فلش و 100 تا نرم افزار از PC دانلود ها، سافت 98 و خیلی از سایت ها دیگه باز میشه. اما مهم اینه که خودتون این کارو بلد باشید، خودتون این کدا رو بنویسید و لذتش به همینه. و در اصل تمامی نرم افزارها از همین کامنت ها استفاده میکنن، یعنی شما از نرم افزار استفاده میکنید در همون نرم افزار کد ها رو داخل CMD مینویسه و خیلی وقتا دسترسی به نرم افزار ندارید یا دسترسی به اینترنت ندارید، هیچ دست خالی اینجا به دردتون میخوره. بنابراین من کامنت ها رو میرم که وارد کنم. این کامنت ها خیلی ساده است، امیدوارم اینا رو یاد بگیرید. دستور اول که باید وارد کنیم دیسک پارت، یعنی من دیسک پارت رو مینویسم. این دیسک پارت از هم جدا نیست، دقت کنید این اسپیس ها خیلی مهمه. دیسک پارت رو با هم می‌نویسید، دیسک و پارت رو با هم می‌نویسید. دیسک پارت رو که نوشید اینتر، بعد دیسک پارت رو نوشید اطلاعاتی راجع به سیستم من میاد، نوشته ورژن 6.1، کپی رایت رو نوشته 1999 تا 2008، مایکروسافت اطلاعات سیستم من نوشته که سونی ویو هست. بله، و همچنین خود دیسک پارت رو هم دستورش که نوشته بودم برای من آورد. دستور بعدی که باید بنویسم و البته با فاصله لیست دیسک
با فاصله تاکید میکنم 100% این فاصله رو بذارید. اگر شما به این شکل بنویسید اصلا با کارتون درست پیش نمیره و پیغام ارور مواجه میشید. حتما اون فاصله رو باید بذارید. لیست دیسک یعنی لیست دیسک های درایو رو بده. اینا رو اگه برای خودتون معنی کنید بیشتر برای ذهنتون دوام میآورد. لیست دیسک یعنی لیست دیسک ها درایو های من رو بده. اینتر میکنیم. بله میبینیم لیست دیسک ها رو برای من آورده. یک دیسک صفر داریم که آنلاین یعنی متصل 465 گیگابایت که این هارد خود لپتاپه که 500 گیگابایته و دیسک یکم آنلاینه 7644 مگابایت یعنی 8 گیگ فلش یو اس بی 8 گیگ که هم من متصل دارم به ارزم به حضورتون سیستم. و دستور بعدی که نوشتیم در داخل هم دیسک ما باید دیسکمون رو انتخاب کنیم. یعنی چی؟ اگه میخواین از طریق هارد ویندوز رو نصب کنید بعد بزنید select دیسک 0 و اگه میخواین از طریق ارزم به حضورتون USB ویندوز رو نصب کنین باید که دیسک 1 رو انتخاب. بله بنابراین برای اینکه بخواید از روی فلش ویندوز رو نصب کنید بعد دیسک 1 رو انتخاب کنید. برای من اینجا تایپ میکنم دیسک 1 و اینو سلکتش میکنم. وقتی دیسک 1 رو انتخاب کردم اینجا نوشته دیگه دیسک 1 is now the selected disk یعنی که دیسک 1 انتخاب شده یعنی فلش من الان انتخاب شده. خب من قبلا اطلاعات داخل فلشم رو کاملا خالی کردم چون که داخل این البته یک پوشه هست فقط. بله فقط اطلاعات داخل فلش باید کاملا خالی باشه چون که قراره دستور بعدی ما دستور کلین رو اینجا وارد کنیم که علاوه بر این که تمامی اطلاعات فلش من خالی میشه و برای همین پیشنهاد میکنم بکاپی از یه بکاپ از فایل پشتیبانی از USB تون بگیرین حتما قبلا و یا اینکه فلشتون کاملا خالی باشه چون که احتمال داره که اگه اطلاعات مهمی داشته باشین اطلاعاتتون کاملا 100% پاک میشه. و بعد از اینجا ما دستور کلین رو وارد میکنیم که تمامی اطلاعات داخل فلش رو پاک میکنه و علاوه بر اون فایل سیستمتون هم تغییر میده. شما فایل سیستم ها هنوز بهش نرسیدیم. اگه بریم داخل پاورپرتیس اینجا فایل سیستم من چیه؟ NTFS فایل سیستم من. اما وقتی من دستور کلین رو وارد کنم فایل سیستم من میشه FAT32. پس من اینجا فقط دستور کلین رو وارد میکنم و دستور کلین دیسک 1 رو لازم نیست وارد کنم چون که قبلا دیسک 1 انتخاب شده. بنابراین هر چی من دستور وارد کنم مربوط به دیسک 1 میشه. پس من دستور کلین رو وارد میکنم و الان میبینی که دیسک پارت نوشته دیسک بار ساکسیدین کلینینگ دی دیسک یعنی در کلین کردن پاک کردن این چیز فلش موفق بوده. و اگه الان دقت کنید علاوه بر اینکه تمامی اطلاعات فلش من تخلیه شده همین الان هم قابل دسترسی نیست و با پیغام فرمت روبرو شدیم و الان با پیغام فرمت روبرو شدیم. و اگه من فایل سیستممو نگاه کنم میبینم که فایل سیستمم اینجا وقتی نمی‌نویسه یعنی FAT32 همونطور که میبینی کل این دایره آبی رنگه و هیچ اطلاعات دیگه اینجا نوشته نشده و مشخصه که این فلش من به فایل سیستمش به FAT32 تغییر پیدا کرد. اما کامند بعدی که باید اینجا وارد کنیم کامند create partition primary که این دستور create partition primary هست که گفتم بهتون. برای من اینجا دستور یا کامند create partition primary رو تایپ میکنم تا پارتیشن بندیش هم مشخص بشه. create partition primary املاهای اینا رو دقت کنید. اگه primary رو بزنید primary این دستور کاملا متفاوت میشه. بنابراین به این دستور رو باید دقت کنید. create partition primary رو زدم نوشته disk bar succeeded in creating the specific partition یعنی در پارتیشن مشخص شده موفق شد و من select partition 1 رو میزنم یعنی پارتیشن بندی مشخص مربوط به دیسک خود دیسک 1 هم انتخاب میکنم. اینجا میزنم select keyboard select partition 1 enter
و الان نوشته که پارتیشن 1 الان پارتیشن انتخاب شده است. و دستور بعدی که باید بنویسم دستور اکتیو، یعنی فلش من باید اکتیو بشه. الان اطلاعات پیاده سازی شده و فقط الان تبدیل به فایل 32 شده و آماده است، ولی باید اکتیو بشه. پس اینجا من پیغام اکتیو رو می‌نویسم و گفتم دیگه نیازی به دیسک وان نیست، چون اینجا دیسک وان انتخاب شده و هر دستوری که بنویسیم مربوط به دیسک وان است. یه اینتر دیسک پارت مارک دی کارکت پارتیشن، یعنی الان دیسک پارت انتخاب شده اکتیوه. و در نهایت پیغام آخر میمونه که اون پیغام فرمت الان من باید نگاه کنید درایو یو اس بی، الان درایو یو اس بی من در حقیقت الان آمادگی برای رسیدن به تبدیل به فایل سیستم فت 32 رو داره، اما من باید بهش بگم مثل اینه که اون میدونه که الان فت 32، ولی باید بهش بگی اعلام کنی که تو واقعا فت 32 ای. برابری من بعد در اینجا پیغام دقت کنید اینجا خیلی مهمه، فرمت اسپیس، همونطور که گفتم کامنت هامون رو باید با اسپیس جدا کنیم. فرمت چون که دیگه عرضم به حضورتون من عذر میخوام دوستان اگه استاپ میشه هر چند یک وقتی بار بعد استاپ بشه تا روندش تونه، چون من کار دیگه هم دارم انجام میدم در حین فیلم گرفتن از دسکتاپ و آموزش دارم لودهای دیگه هم انجام میدم، وگرنه کار دیگه هم استاپ میشه. خب داشتم میگفتم فرمت که پیغام فرمت من کامند و دستور فرمت رو که تایپ میکنم و اسپیس رو میزنم، چون دیگه دیسک وان انتخاب شده برابری ما فقط باید FS رو بنویسیم. در جلسه قبل اینو به اعلام کردم و گفتم که عرضم به حضورتون ما برای تبدیل فایل باید چیکار کنیم. برای من در اینجا FS رو فقط مینویسم، یک FS مخفف فایل سیستم، فایل سیستم میگه فرمت فایل سیستم من میخوام فرمت فایل سیستمم چی بشه، میخوایم فت 32 بشه، بنابراین یک مساوی و فت 32. بنابراین با اینتر زدن و فرستادن این کامند فایل سیستم مربوط به فلش و یو اس بی داره به من به فت 32 تغییر پیدا میکنه و من آماده میشم که کپی کنم تمامی اطلاعات و تمامی اون نرم افزار نصب ویندوز رو داخل فلش و از طریق تنظیمات بایوس فلش رو انتخاب کنم و نصب ویندوز رو انجام بدم. بنابراین یه اینتر میخوره. این الان که میبینی 0% completed، یعنی 0% کامل شده. این همینطوری میره 1 میره 2 میره 3، آره همونطور که میبینین و تا 100 میره و به 100 که رسید عرضم حضورت فایل سیستم درایو من فت 32 شده و همینطور آماده شده برای و بوتبل شده و 100% بوتبل شده و میشه که راحت دیتاهای مربوط به ویندوزمونه، حالا ویندوز 8 ویندوز 7 XP هر چی هست رو داخل فلش بریزیم و ریستارت کلید بوت رو بزنیم، تنظیمات بایوس فلش رو انتخاب کنیم و نصب ویندوز رو انجام بدیم. همینجوری می‌بینید به سرعت داره میره بالا، 6% completed. چون فلش من پر سرعته بنابراین سرعت بسیار بالاتره و الان فلش من یکم جابجا شد و این مشکل خورد. بنابراین من احتمالاً اگر دوباره پیغام فرمت رو بنویسم، متاسفانه فلشم جابجا شد و یو اس بی منم الان نوشته دیگه ظرفیتی برای سلکت شدن نداره، دیگه باید دوباره این مرحله رو از اول بریم. متاسفانه دست من خورد و فلشم مقداری جابجا شد و کانکت شدنش با سیستم به مشکل شد و ارتباطش قطع شد. اما همین میرفت، صفر میرفت تا 100 میرسید و در وقتی به 100 رسید صفحه بسته میشه، بوتبل میشه و دیگه ادامهش هم دیگه خودتون میدونید. مخلص شما تا آموزش بعدی، بدرود.